HP پاویلیون 206 نام سری دیگری از نوتبوک‌های 15.6 اینچی شرکت است که به دلیل موجود بودن در کانفیگ‌های با سخت افزارهای قدرتمند می‌توان از آن در رده‌های کاربری سطح پیشرفته مثل کاربری مشاغل، انجام کارهای گرافیکی، بازی‌های رایانه‌ای و البته کاربری ساده‌تر خانگی هم بهره گرفت. HP نهایت سعی خود را در طراحی هرچه زیباتر و ساخت هرچه با کیفیت‌تر 206 به کار برده است. بیشتر قسمت‌های نوتبوک از فلز ساخته شده و قسمت درب و استراحت مچ دارای سطحی خشدار برای افزایش استکاک هستند. 206 نوتبوک نسبتاً پهن‌پیکر و سنگین است و وزن آن به 2.9 کیلوگرم میرسد. با این حال تقسیم وزن در مناطق مختلف خیلی خوب صورت گرفته تا هنگامی که آن را در دست میگیرید کاملاً بالانس باشد. جای بدنه کاملاً قوی و با استحکام ساخته شده تا تحت فشار خم نشده و به راحتی بتوان ضربات معمولی در استفاده‌های روزانه را تحمل کند. صفحه کلید با کلیدهای کاملا بزرگ و با فاصله نسبتا زیاد از یکدیگر ساخته شده است. صفحه کلید از نوع چیکلت یا جزیره‌ای میباشد که هر کلید به صورت مجزا بر روی شاسی قرار گرفته تا تایپ کردن با آن آسان‌تر شود. به دلیل فضای زیادی که وجود دارد، در سمت راست صفحه کلید نیز یک صفحه کلید عددی خیلی خوب قرار گرفته تا کار وارد کردن اعداد خیلی آسان‌تر صورت گیرد. در تایپ کردن حتی با فشار زیاد هم شاسی دچار خمش نمی‌شود و در کل ساخت آن خیلی خوب صورت گرفته است. خود کلیدها نیز به رنگ مشکی و کاملا پلاستیکی هستند. برخلاف تاچ پد که پیرامون آن با نور LED می‌درخشد، خود صفحه کلید از نوع بکلید یا نور پس زمینه نیست. تاچ پد کاملا بزرگ ساخته شده و سطحی کاملا صیقلی دارد. این تاچ پد که از نوع مالتی تاچ میباشد، کاملا حساس و پاسخگوست و عملکردی عالی را از خود به نمایش می‌گذارد. عملکرد نخست کلیدهای فانکشن برای کم و زیاد کردن روشنایی نمایشگر، کم و زیاد کردن صدا و کنترل‌های مدیا میباشد. اگر قصد دارید که عملکردهای اصلی را از آنها بگیرید، نخست باید کلید FN را نگه دارید. در قسمت سمت راست استراحت مچ نیز می توانید یک تشخیص دهنده اثر انگشت را مشاهده کنید که بر امکانات امنیتی نوتبوک می‌افزاید. بدین ترتیب شما می توانید تنها با اثر انگشت وارد رایانه خود بشوید و دیگر نیازی به وارد کردن رمز ورود نخواهد بود. قاب دور نمایشگر از پلاستیک براق ساخته شده که کنتراست خیلی خوبی را با دیگر مناطق بدنه که بیشتر به رنگ مات است به وجود می‌آورد. خود نمایشگر 15.6 اینچی رزولوشن 1366 در 768 پیکسل را ارائه می‌دهد. این رزولوشن برای نمایشگرهای بین اندازه کاملا استاندارد است، ولی کیفیت آن از متوسط نمایشگرهای همرده کاملا بالاتر است. کنتراست، تولید رنگ و روشنایی خیلی خوبی را هم ارائه می‌دهد. یک ویژگی خوب این نمایشگر لوله‌های آن است که علاوه بر توانایی کاملا محکم نگه داشتن آن، تا حد خیلی زیادی نیز خم می‌شوند تا نمایشگر را بتوانید به اندازه خیلی زیادی نسبت به بدنه اصلی باز کنید. اسپیکرها در بالای صفحه کلید قرار دارند. این اسپیکرها با فناوری بیتس نیز همراه شده‌اند که بر کیفیت صدای بیس می‌افزاید. با اینکه اسپیکرها با کیفیت‌تری نیستند که می‌توانید بر روی یک لپتاپ داشته باشید، ولی واقعا صدای بلند و شفافی دارند، به طوری که کاملا بالاتر از حد متوسط لپتاپ‌های همرده خود قرار می‌گیرند. پورت‌ها و اتصالات زیاد و متنوعی بر روی این نوتبوک قرار گرفته. در لبه سمت چپ دستگاه پورت‌های VGA و HDMI به همراه پورت شبکه و البته دو پورت USB 3 دیده می‌شوند. همچنین دو جک هدفون و یک میکروفون هم وجود دارند. در لبه سمت راست نیز دو پورت USB 2 و درایو نوری دیده می‌شوند. این درایو نوری در کانفیگ‌های مختلف می‌تواند از نوع DVD یا بلوری باشد. در لبه جلویی شیار کارتخوان با توانایی پشتیبانی از کارت‌های حافظه SD و MMC دیده می‌شود. در قسمت بالای نمایشگر نیز لنز وبکم HD این نوتبوک دیده می‌شود که کیفیت بسیار بالا در مکالمه‌های تصویری ارائه می‌دهد. همانطور که گفتیم این نوتبوک در کانفیگ‌های متنوع و البته قدرتمندی ساخته شده است. همه کانفیگ‌ها از پردازنده‌های کورای شرکت اینتل یا پردازنده‌های 4 هسته‌ای شرکت AMD بهره می‌برند. پردازنده کور i7 که قدرتمندترین آنهاست، عملکردی کم نظیر را ارائه می‌دهد. همچنین در کانفیگ‌هایی از مدل‌های 4 هسته‌ای پردازنده AMD نیز استفاده شده. مزیت این نوع پردازنده‌ها بیشتر در ارائه قابلیت‌های فوق‌العاده در مالتی تاسکینگ یا انجام چند وظیفه‌ای به صورت همزمان است که بر عملکرد عمومی و سرعت پردازش تأثیر بسزایی دارد. بر روی کانفیگ‌های مختلف می‌توانید مقادیر حافظه رم مختلف از 4 تا 6 و 8 گیگابایت را هم بیابید. چنین مقادیر حافظه رمی به راحتی پاسخگوی اکثر وظایف سنگین میباشد. در کانفیگ‌های مختلف حافظه هارد دیسک از 500 تا 640، 750 و 1000 گیگابایت متغیر است. همچنین می‌توانید از نوع حافظه سریعتر SSD نیز بر روی آنها استفاده کنید. اما قطعه سخت افزاری که بین همه کانفیگ‌ها مشترک است، کارت گرافیک مستقل ساخت AMD از سری HD 6000 است. چنین کارت گرافیکی تضمین
کننده عملکرد کم نظیر در انجام کارهای سنگین گرافیکی و اجرای بازی‌های رایانه‌ای سه‌بعدی میباشد. به خصوص در کانفیگ پردازنده کور i7 DV6 به راحتی تبدیل به یکی از قدرتمندترین نوتبوک‌های کلاس خود می‌شود. در استفاده معمولی و مثلا مرورگری اینترنت با وایفای روشن، باتری لیتیوم یونی این نوتبوک می‌تواند تا 3 ساعت شارژ دهی کند. سیستم تهویه نیز عملکرد خوبی را از خود نشان می‌دهد، به طوری که گرمای تولید شده از تجهیزات داخل نوتبوک و به خصوص پردازنده به راحتی از پنجره تهویه خارج می‌گردد تا بدنه گرم نشود. در کل باید گفت که HP در طراحی و ساخت DV6 سنگ تمام گذاشته است. همانطور که گفتیم به دلیل ساختار مستحکم و زیبا و موجود بودن در کانفیگ‌های قدرتمند، این نوتبوک مناسب به کارگیری در انجام وظایف سنگین میباشد. شما میتوانید از آن به عنوان یک مرکز مالتی مدیای خانگی، نوتبوکی برای انجام بازی‌های رایانه‌ای، نوتبوک محل کار، ویرایش عکس و فیلم و در کل کارهای مختلف استفاده کنید.